دوستان دقت به این کار انگشتر بکنین. ببین به اینا میگن خوره. توی ریختگری ممکنه که این شیارها و این سوراخ‌ها ایجاد بشه که باید با استفاده از لحیم کاری که الان بهتون نشون میدم درستش بکنین. لحیم سرد به چه صورت؟ لحیمیه که هم روی کار به حالت طلا میمونه و اون سفتی و اون مغزی که مثل طلا را روی طلا شکل میده. حالا به چه صورته؟ ببین الان ما چند تا از پرهای لحیم رو برمیداریم. اینجا رو من قبلا آبراش کردم. حالا میریم تا سرخی. ببین الان کار نیمه سرخ و نیمه سرده. ببین در این هم لحیم رو نمیذاریم زیاد پر بخوره. ببین میذاری داخلش. حالا چند تا از لحیم ها تو هی اضافه میکنیم تا جایی که اون خوره هایی که بهتون گفتم یه کاملا محو بشه. یه جورایی هم مغز خوره ها رو هم سعی کنیم که پوشش بدیم. میبینید حالا این وسط بازم مونده اینا ها. چند تا لحیم دیگه میذاریم. به این صورت بعدم میره توی جوهر یا تیزاب و دوباره ادامه مرحله پوستکاری. خب دقت به کار میکنین. ببین الان دیگه کاملا روی کار نشون بدین. نه از اون. ببین خوره ها محو شد. اینجا یه نمه سنباده میخوره و تمام. دقت هم میکنین که سنگ به چه صورتی خیلی نرم روی کار کشیده میشه.